به سوگ کسی نشستند که بارها با امامتش نماز خواندند. حال آنچه برایشان مانده است خاطره ها و یادهای ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان است. استاد ایاز نیازی نمرده، او زنده است و یاد از او در قلب هر مسلمان است و یاد از او در طفل گوارهی الا کسایی که ریش سفید شدن هم یاد استاد ایاز نیازی از قلب‌های ما دور نیست. ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان و از عالمان شناخته شده دین در کشور شام سه‌شنبه پس از ادای نماز شام در نتیجه یک بمب جاسازی شده کشته شد. اما این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ دکتر صاحب ایاز نیازی دو روز زمانی که نماز شام میخواد که برای از مسجد اینجا سرخم میکنه که بوتای خود بگیره پای کنه، در می حالت در خانه زیر بوتدانی مین چسبکی جابجا بوده و از دور توسط ریموت کنترل دکتر صاحب به شهادت میرسانند. عالمان دین کشته شدن ایاز نیازی را نکوهش میکنند. زن و مردی ملت مسلمان است، از دینش دفاع میکنه و بیلو کلام باشه به خیلی قطعی امریکا گمشان میکنن. اما متاسفانه دیگر یک عالم، دو عالم، سه عالم، عالم چهارم که عالمی که تکرار ناشدنی است در افغانستان به شهادت میرسه، دیگر مردم صدای خود خاموش نمیکنه. مردم در سراسر کشور در این باره واکنش نشان دادند و شماره هم حکومت را به بی‌پروایی در تامین امنیت جان عالمان دین و دیگر شهروندان متهم می‌سازند. در این جای شکی نیست که کم توجهی حکومت هم در این مسئله هست. البته توطئه ها و دسیسه های دیگری هم یعنی دخیل در قضیه هست، به خاطر از اینکه علمای ربانی خصوص علمایی که علمای دعوتگر هستند، علمای مطرح هستند در سطح کشور و یک برنامه است. رئیس جمهور غنی در یک فرمان تازه هیئت 6 نفری را برای بررسی حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان و کشته شدن ایاز نیازی خطیب این مسجد تعیین کرده است. بر بنیاد گفته‌های وزارت امور داخلی افغانستان در این رویداد 2 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در ولسوالی یمگان بدخشان زاده شد. او از پوهنتون الازهر مصر در اقتصاد اسلامی ماستری داشت و دکترایش را نیز در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی گرفته بود. هرچند شمار زیاد از افغانها در رسانه‌های اجتماعی پس از مرگش او را با کلمات چون عالم روشنگر و دعوتگر واقعی نام بردند، اما در موارد از او به خاطر موقف‌های جنجال برانگیزش در مسائل چون حقوق زنان مورد انتقادهای فعالان مدنی نیز قرار گرفته است. جسد آقای نیازی قرار است فردا پنجشنبه در کابل به خاک سپرده شود. در یک هفته گذشته این 4مین انفجار ماین مغناطیسی است که جان شهروندان شهر کابل را میگیرد. در آخرین انفجار که شب گذشته در همین مسجد رخ داد، مولوی ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان کشته شد و در این رویداد چند تن دیگر نیز زخم برداشتند. شفیع کریمی، رادیو آزادی، کابل.